معجزه عیسی مسیح که من حاضر نقل میکنم، یکی از خشهای من با من گفت. این با من روی نداد، لیکن با خش نزدیک ما روی داده بود. وقتی که درباره عیسی مسیح شنید و با کلیسا رفتن را سر کرد و فهمید که عیسی مسیح همه چیزی که در انجیل نوشته شده است راست است درباره عیسی مسیح، که وی حقیقتا مرده برای گناه‌های آدمان نرخ گناه را سپاریده قربانی شد و روز سیوم زنده شد و امروز ما میتوانیم که به او مراجعت کنیم، چون که وی فرستاده خداوند است از طرف خدا و خدا او را پسر من خوانده بود. وقتی که عیسی در آب در آمده تعمید میگرفت، وقتی که خیش من همین را همش را باور کرد، در حیات وی معجزه ها روی دادنش را سر کردند. وی الکی میدونست که سوال پیدا میشد، میپرسید و خدا جواب میداد. همین وقت در یک از شفاخانه، بیمارخانه، بلنیسه، هر جایی که خیلی که گویم، همونجا تجربه آموزی داشت. در وقت تجربه آموزی بعضی آدمایی که از این ایمانی و روحی نوی که و انتخاب کرد خبردار شدند، گفتند که مسخره میکردن، مثلا ای چخیل تو چخیل به این راه رفتی، تو چخیل به این باور میکنی، تو کافر شدی. بعد یک روز میشنند که بسیار کار داشتن، بسیار بیمارها، کسالها بسیار بودند، لیکن همون روز همیشه شد که از خانه یگان خیل بیمار، از پیش هیچ کس یگان خیل خیراب اوقات ناومد. و شما میدونید بسیار سالها پیش دکترها برای اونها در کار بود که خویشاوندان بیمار بیارد و همون اوقات برای بها هم اوقات میشد. اونقدر معاش کلان نداشتند که هر روز برای خود اوقات خرند. همونجا شیشتن، گفتن اکنون چی کار میکنیم؟ و بعد این خویش من گفت که انا شما مرا مسخره میکنید، میگه که تو من دعا میکنم به عیسی مسیح که وای به من یاردم دهد، لیکن شما مرا مسخره میکنید، شما دعا کنید. گفت گفت همش ما دعا میکنیم. بعد این دعا کردن که شیشتن انتظار شدن. وقت میرد 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 1 ساعت از ما باید میگذرد که 1.5 ساعت از ما باید میگذرد که چی روی نمیدن. بعد این خیش من میگه که چه من دعا کنم؟ همه الکی گوشنه و تشنه و مانده که دعا کن گفتند و هیچ امید نداشتند. این وقتی که خیش من دعا کرد، بسیار وقت نگذشته، 10-15 دقیقه نگذشته، یک زن با یک طبق کلان آش پلو با همین گوشت بسیار در رویش برداشته آورد. این معجزه به من یک واقعه رو به یادم آورد. در کتاب مقدس یک واقعه رو میدهد با پیغمبر الیاس. در زمان الیاس پیغمبر خلق یهودی، اسرائیلیان، بسیاری آنها بت پرست شدند. و اگر شما فکر میکنید که بت پرستی این آدمای بی عقل به یک چیزی ساخته باور میکنند، پرستش میکنند، شما خطا میکنید. یگان آدم آنقدر بی عقل نیست که همین سنگ و چوبی که هیچی نمیکند باور کند. خیلی که امروز آدمای بسیار تاجیکای ما پیش فالبینا میرن. برای چی؟ برای اون که آنجا قدرت هست، برای همین پیش فالبینا میرن. همین خیل بت‌ها هم این یک فقط سنگ و چوب نه، بت‌ها نمایندگانی قوه های شیطان هستند. چه خیلی که فالبینا و جادوگرا آنها با قدرت شیطان عمل میکنند، بت‌ها هم از خود قدرت داشتند. برای همین آدما می رفتند که با بت‌ها یگان قربانی بیارند و مثلا یگان بت باران میگند، آنها حاصل دیده میخواستند، میگفتند که ای من با باران در کار که حاصل بیاید، انا بعد با بت باران قربانی می آوردند با امیدی که باران میدهد. باران می آمد. برای چی؟ برای اینکه شیطان هم قدرت دارد تا که آدمان خدا ترس را از خدا روی گرداند. خدا در وقت خودش با حکمت خودش میدهد، اما آدمو بی صبر و طاقت شده میخوان که همین خواستگی اونها حاضر شود. بعد وقتی که از خدا نمیگیرند روی به بت‌ها میبیارند. انا میخیل خلق اسرائیل هم
از خدای حقیقی یکه و یگانه روی گردانده از گپ‌های پیغمبران گوشای خود را تفته آنها به بت پرستی در آمدند. یکی از بت‌های آنها نامش بعل بود، بت باران، و حتی تا همین درجه بت پرستی بود که آنها حتی فرزندان خود را میتونستند که قربانی کنند. نه فقط اسرائیلیان، عموما همه خلقایی که در گرد و اطراف اسرائیل هم بودند در همون قدیم، در همون زمان، در زمان بت پرستی، همین چیز روی میداد که قربانی میکردند حتی فرزندان خود را. البته خشم خدا می اومد، غضبش میگرفت. بعد الیاس پیغمبر با خلق اسرائیل میباید، با پادشاه اسرائیل میگوید که شما از این راههای گناهکار باید روی گردانید، توبه کنید، با خدای زنده روی بیارید، گم کنید این همه بت‌ها را از سرزمین اسرائیل. هیچ کس گوش نمیکند، همون بت پرستیش رو دوام میدهد که خدا میگه که من دیگر هیچ باران نمیدم. 3.5 سال باران نبارید در اسرائیل. اینقدر که آنها قربانی کردن به این بت، هیچ باران نبارید. بعد از 3.5 سال خدا الیاس پیغمبر رو بازم پیش پادشاه میفرستد و میگه که اکنون به این پادشاه گوی که اکنون من باران میفرستم تا بینید که قدرت مرا بینید. و پیش از این الیاس پیغمبر به همین پیغمبرهای دروغ که همین از با بت پرستش میکردن گفت که شما دیدن میخواید قدرت خدای حقیقی رو؟ بت شما میکند کمتر، اینجا قدرت دارد کمتر، اما وقتی که در پیش خدای زنده، خدایی که زمین و آسمان را آفرید، هیچ قدرت ندارد. آدم میسنجه میگه شما یک قربانگاه سازید، من یک قربانگاه میسازم، شما با خدای خود قربانی بیارید، با همون بوته که شما خدا میگوید، و من با خدای زنده حقیقی یگانه اسرائیل قربانی میبیارم. اما میگد قربانی حقیقی در بالای علو سوخته میشود، لیکن میگد که شما در نگیرانید، بگذار امی خدای شما ها میگه علو رو، آتش رو فرستد خودش، انا بینیم چه قدرت دارد یا نه. و 400 خدمتگارانی بوت بعل همین قربانی رو، یک گاوی کلان رو کشته سر بریده در بالای قربانگاهش میماند و همین همون جادوگری میگویم یا دعا کردن خودش رو سر میکند از سحر تا قریب شام هیچ چی روی نمیدهد. الیاس پیغمبر میایستد میخندد میگه که هی خوب خدای شما خوب رفت به فکرم، بلندتر داد زنی. اینها همین خلقای به حال میشد، خودشان رو میزنند، کورت میزنند در بدن خود، چیزی یاردم نمیدهد. انا این وقت الیاس پیغمبر میگه بس سکنون، اما قدرت خدای مرا میبینید. و بعد با خلق اسرائیل میگوید که 12 سطل آب بیارید. 12 سطل آب آورده بالای همون گاوی که بالای هیزم مونده بودند میریزند، همین قربانگاه پر آب میشد. با یک دعا الیاس پیغمبر میگه که انا قربانی تو تیار خداوند. همین بالای آتش میبیاید که تمام آب و چوب و هیزم و گاو همش یک بار سوزانده میپرتاید. این قدرت خدای بزرگ. و بعد میگه که انا اکنون من نشان میدم، انا اکنون من باران میفرستم. و بعد از 3.5 سال باران میبارد با گفت خدا که به الیاس پیغمبر میگوید و الیاس پیغمبر به خلق اسرائیل خبر میده. همین خیلی هم در قدیم آدم‌ها قدرت خدا رو از همین چیز میشناختن. آنها میگفتن که کنی خدای زنده، کنی خدای حقیقی، کدام خدا همین کار رو کرده در زندگی من کرده تید، من باور میکنم که همین خدا قدرت دارد. امروز ها آدم‌ها از همین چیز بیخبر موندن. آنها نمیدونم با عقل و فیلسوفی عقل باور میکنند. اما تا امروز عیسی مسیح معجزه ها میکند و بسیار جای ها نشان میدهد که او حقیقتا از طرف خدا آمده است و پسر خدا هست و نجات دهنده است. آن چیزی که درباره وی در انجیل نوشته شده است همش راست هست و حق است. و اگر باور نمیکنید، انا با دیگر راه ها
مراجعت کرده دعا کرده بینید و اگر نشد بیاید پیش عیسی مسیح و قدرت عیسی رو میبینید. خوب، خدا شما رو برکت دهد تا این وقتی صحبت آینده ما. در پناه خدا باشید.